صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم واحشرنا معهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توغا وتمته فيها طويلا. وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. اللهم سرهني عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان. بیا که از قدمت سبزی بهار بیاید، بیا که از قدمت سبزی بهار بیاید، بیا که روشنی روز و روزگار بیاید. خزان ظلم به تاراج باغ دست گشوده، بیا بیا که به همراه تو بهار بیاید. یا صاحب الزمان، یا صاحب
بیا که عیسی پشت سرت نماز بخواند. بیا که عیسی پشت سرت نماز بخواند. بیا که خضر به پیش تو پرده دار بیاید. یا ابن الحسن جهان به خاک فتاد از حکومت بت و بتگر. بیا که دولت قرآن به روی کار بیاید. بازم همه با هم صداش بزنیم یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. یا ابن الحسن بشر در آرزوی نهضتت نشسته. الهی که نخل آرزویش زودتر به بار بیاید. بشر در آرزوی نهضتت نشسته. الهی که نخل آرزویش زودتر به بار بیاید. عزیز فاطمه نخواهمت که بگریی، نمیخوام نازنین چشمان تو گریان ببینم. یا ابن الحسن نخواهمت که بگریی، ولی به گریه دعا کن ایام عزای مادرت فاطمه. نخواهمت که بگری، ولی به گریه دعا کن که وقت رفتن ایام انتظار بیاید. نبی اکرم دو نفر و پاره تن خودش خطاب فرمود. یکی دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها، یکی صاحب این حرم وجود مقدس امام رضا. شنیدید چه کردن با این پاره تنش؟
عباست میگه دیدم از خانه مأمون بیرون اومد، هی رو زمین مینشینه برمیخیزه، به زحمت خودشو به حجره رسان، فرشا حجره رو عقب زد، رو زمین افتاد، یتململ و کتململ السلیر، یعنی مثل مار گزیده به خودش میپیچید، از این پهلو به آن پهلو میغلطید، صدا میزد جگرم با حبیبه خدا چه کردن، با جده این آقا چه کردن، بین در و دیوار پهلوش شکستن و هم ناله میزد ابتا هاکذا یفعل بحبیبتک و ابنتک، بابا ببین با دخترت چه کردن، ابن الحسن. علامه امینی می نویسه بی بی ستا ناله زد، یه نالش این بود، یه نالش گفت یا فزت و خزینی فز منو بگیر، یه نالش همین بود یا مهدی با یه جملم دلای سری بره کربلا، حسینیا گفتی یه قتلگاهم میوه دلی فاطمه، جد مظلوم این آقای غریب، لباش از تشنگی مثل دو چوب خوش به هم میخوای، صدا میزد اسقونی شربت من الماء فقط نشفت کبدی، جگرم از تشنگی میسوزه، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، خدایا به حق امام رضا علیه السلام فرج امام زمانمون برسان، موانع ظهور فرج و قیامش هرچه هست برطرف فرما، با زیارت جامعه کبیر عرض ادب کنیم به ساحت مقدس سامن الحجج علی ابن موسی الرضا علیه السلام، به نیابت از طرف امام زمانمون حجت ابن الحسن، همه اولیاء الهی، همه شهدا، همه اموات امام الشهدا و
همه اونایی که وعده کردیم اینجا نائب و زیارشون باشیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوة و موضع الرسالة و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمن و خزان العلم و منتهى الحلم و اصول الكرم و قادة الامم و اولیاء النعم و ناصر الابرار و دائم الاخیار و ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عطرة خیرة رب العالمین و رحمة الله و برکاته. السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الهجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على مخال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وأفدة سر الله وأملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته. السلام على الدعاة إلى الله والأدلة على مرضاة الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة والذادة الحماة وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته وحزبه وعيبة علمه وحجته وسراته ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أنكم الأئمة الراشدون
المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفى المطيعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته استفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته وأعزكم بهداه وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه ووججا على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده وشهداء على خلقه وعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلة على صراطه أسمكم الله من الزلال وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا فعظمتم جلالا وأكبرتم شانا ومجدتم كرما وأدمتم ذكرا وبكتم ميثاقا وأكمتم عقد طاعته ونسلتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة وبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أصابكم في جنبه وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أعلنتم دعوته وبينتم فرائضه وأقمتم حدوده ونشرتم شرائع أحكامه وسننتم سنته وسرتم في ذلك منه إلى الرضا وسلمتم له القضاء وصدقتم من رسله من مضى فالراغب عنكم مارق هر کس از شما رو برگردونه از دین خدا خارج شده واللازم لکم لاحق هر که ملازم امر شما باشه به شما وصله والمقصر فی حقکم زاهق اونی که نسبت به حق شما کوتاهی کنه تباه شدنیه والحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه و میراث النبوة عندکم و ایاب الخلق الیکم میراث نبوت نزد شماست بازگشت خلق خدا به سوی شماست
و حسابم علیکم، حساب و کتاب خلق با شماست. و فصل الخطاب عندکم، سخنی که فصل الخطاب حق و باطل رو ازم جدا میکنه نزد شماست. و آیات الله لدیکم، آیات الهی پیش شماست. و عزائم فیکم و نوره و برهانه عندکم و امره الیکم. من والاکم فقد وال الله. هر کس شما رو دوست بداره، شما رو ولی خودش قرار بده و بدونه خدا رو ولی خودش دونسته. من والاکم فقد وال الله و من عاداکم فقد عاد الله. دشمنی با شما دشمنی با خداست. و من احبکم فقد احب الله. هر که نسبت به شما مهر بورزه به خدا مهر ورزیده، خدا را دوست داشته. و من ابغضکم فقد ابغض الله. کینه نسبت به شما کینه و بغض به خداست. و من اعتصم بکم فقد اعتصم بالله. انتم الصراط الاقوم و شفاء و شهداء دار الفنا و شفاء دار البقاء و الرحمة الموصولة ولایت المخزونة والامانة المحفوظة والباب المبتلى بالناس. در خونه شما یه درگاهیه که خدا مردمو به این در آزمایش میکنه. من اتاکم نجات، هر که در خونه شما اومد نجات پیدا کرد. و من لم یأتکم هلاک، هر که نیومد هلاک شد. و من لم یأتکم هلاک الی الله تدعون و علیه تدلون. شما مردم رو به خدا دعوت میکنید، به او دلالت میکنید و بهی تؤمنون و له تسلمون و به امری تعملون. به امر خدا عمل میکنید و الی سبیله ترشدون و به قوله تحکمون. سعد من والاکم، خوشبخت اونیه که شما رو دوست داره. و هلک من عاداکم و خواب من جدکم و ذل من فارقکم. هر که از شما جدا بشه گمرانه. و فاز من تمسک بکم و امن من لجأ الیکم و سلم من صدقکم و هدی من اعتصم بکم. من اتبعکم فالجنة مأوا. هر که از شما تبعیت کنه جایگاهش بهشته. و من خالفکم فالنار مثوا. مخالفت با شما نتیجهش جای در جهنمه. و من جعدکم کافر و من حاربکم مشرک و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم.
أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي، وأن أرواحكم ونوركم وتينتكم واحدة طابت وتورت بعضها من بعض. خلقكم الله انوارا بهبت. خدا شما رو به صورت نورایی آفرید. فجعلکم بعرشه مهدقی. نور شما رو گرد عرش خودش قرار داد. حتی من علینا بکن، تا این که به وجود شما بر ما منت گذاشت. فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم. فبلغ الله بكم وأشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين، حيث لا يلغه لائق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع، حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالق ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد ولا خلق في وبين ذلك شيء إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم وشرف محلكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم علي وخاصتكم لدي وقرب منزلتكم من بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي. یا امام رضا، پدرم، مادرم، مالم، جانم به فدای شما. اشهد الله و اشهدکم انی مؤمن بکم. خدا رو گواه میگیرم، شما رو گواه میگیرم، من به شما ایمان دارم آقا جانم و به ما آمنتم به و ایمان دارم به آنچه که شما ایمان دارید. کافر به عدوکم و به ما کفرتم به مستبصر به شأنکم و به ضلالت من خالفکم موال لکم. شما رو دوست دارم و لاولیاکم، دوستانتم دوست دارم آقا جانم. مبغض لاعدائکم، دشمنان شمایم و معاد لهم سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم محقق لما حق
حققتم مبتل لما ابتلتم مطیع لكم عارف بحقكم مقر بفضلكم محتمل لعلمكم محتجب بذمتكم معترف بكم مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم منتظر حاکمیت شما بایم چشم برای دولت حقه شما هستم. انشالله این روزای آخر سالمون آخرین روزهای غیبت امام زمانمون باشه. انشالله به همین زودی همین جمعه ببینیم تکیه به دیوار خانه کعبه زده صدا میزنه الا یا اهل العالم انا المهدی انا الامام المنتظر انا السمسام المنتقم من مهدیم اونی که انتظارشو میکشیدید منم و ای همه داغ دیده ها منم شمشیر انتقام گیرنده منتظرون مرتقب لدولتكم. اجازه بدید نگذرم یه جمله دیگم داره امام زمان روزه میخونه انشالله هممون باشیم پای روزه عزیز فاطمه خون گریه کنیم و ناله بزنیم صدا میزنه یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوا عطشانا یعنی همه مردم عالم بدونید من پسر اون آقایی هستم که کربلا بین دو نهر با لب تشنه او رو کشتن خدایا به غربت و مظلومیت ابی عبدالله خدایا به لبای خشکیدش به جگر تفدیدش دیگه فرج امام زمانمون برسان موانع ظهور و فرج و قیامش هرچند است برطرف بفرما مرتقب لدولتكم چشم به راه دولت شمایم آخذون به قولکم عاملون به امرکم به امر شما عمل میکنم مستجیرون بکم به شما پناهنده شدم زائر لکم خودمو میگم هرچه هستم زائر شمایم لاحظون آحظون به قبورکم مستشفعون الله عز و جل بکم و متقربون بکم الی و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری. امام عادی علیه السلام تو این زیارت یادمون داده وقت زیارت چی بخوان چی طلب کنیم بهترین باشیم. معنای این جمله اینه مقدمه همه خواستام پیشا پیش همه خواستام و حاجاتم شما رو قرار دادن
به شما برسم، به همه چیز رسیدم و به هر چه برسم به شما نرسیده باشم، که نه به چیزی نرسیدم. و مقدمکم امام طلبتی و هوایجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری. سادش این میشه، میخوای بگی لوری بگی، بگو یا امام رضا از تو خودتو میخوام آقا جان، یا امام رضا، یا امام رضا. و مقدمکم امام طلبتی و هوایجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری. مؤمن بسرکم و علانیتکم و شاهدکم و غائبکم و اولکم و آخرکم و مفوض فی ذلک کله الیکم و مسلم فیه معکم و قلبی لکم مسلم. دلم امشب تسلیم شماست، میشه با یه نگاه ولایتیتون عوضش کنی؟ آخر سالیه دل منم تغییر پیدا کنه، یه جوری بشه که شما میخواد، شما میپسندید. و قلبی لکم مسلم و رعی لکم تبع و نصرتی لکم معذب. یعنی یاری من برای شما آماده است، حتی یحیی الله تعالی دینه بکم و یردکم فی ایامه و یظهرکم لعدله و یمکنکم فی ارضه فمعکم لا مع غیرکم. تا نفس دارم جای دیگه نمیرم، دست از دامن شما بر نمیدارم آقا جانم. آمنت بکم و تولیت آخرکم به ما تولیت به اولکم و برئت الی الله عز و جل من اعدائکم و من الجبت و الطاغوت و الشیاطین و حزبهم الظالمین لکم الجاهدین لحقکم و المارقین من ولایتکم و الغاصبین لارثکم الشاکین فیکم المنحرفین عنکم و من کل ولیجة دونکم و من کل مطاع سواکم و من الائمة الذین یدعون الی النار فثبتنی الله ابدا ما حییت علی موالاتکم و محبتکم و دینکم و وفقنی لطاعتکم و رزقنی شفاعتکم و جعلنی من خیار موالیکم التابعین لما دعوتم الیه و جعلنی ممن یقتص آثارکم و یسلک سبیلکم و یهتدی بهداکم و یحشر فی زمرتکم و یکر فی رجعتکم و یملک فی دولتکم و یشرف فی عافیتکم و یمکن فی ایامکم و تقر عینه غدا برؤیتکم بابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی. من اراد الله بدع بكم ومن وعده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم. موالی سروران من، موالیان من
لا احصی ثناءکم، نمیتونم خوبیای شما رو بشمرم. ولا ابلغ من المدح کنکم، به کنه مدح شما نمیتونم برسم. و من الوصف قدرکم، قدر شما رو نمیتونم توصیف کنم. و انتم نور الاخیار و هدات الابرار و حجج الجبار، بکن فتح الله و بکن یختم. خدا با شما فرینش را آغاز کرد، به شما هم خاتمه میده، سفره رو جمع میکنه. و بکن ینزل الغیث، اگه بارون میاد به واسطه شماست. و بکن یمسک السما ان تقع علی الارض الا باذنه، و بکن ینفس الغیث و یکشف الضر. به وسیله شما سختی ها برطرف میشه. و عندکم ما نزلت به رسلو و ابتت به ملائکتو و الی جدکم بعث الروح الامین آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین. تحت كل شریف لشرفكم و بخى كل متكبر لطاعتكم و خضع كل جبار لفضلكم و ذل كل شيء لكم و اشرقت الارض بنوركم و فاز الفائزون بولایتكم. هر که به هر جایی رسید و رستگار شد به ولایت شما بود. بکم یسلک الی الرضوان و علی من جعد ولایتکم غضب الرحمن و ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی. پدرم، مادرم، جانم، اهل و مالم به فدای شما. ذکرکم فی الذاکرین و اسماکم فی الاسماء و اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح و انفسکم فی النفوس و آثارکم فی الآثار و قبورکم فی القبور. فما احلا اسماءکم، چقدر نامهای شما شیرینه. همین که میگم یا امام رضا دلم میلرزه، همین که میگم یا فاطمه دلم میلرزه، همین که میگم حسین منقلب میشه. فما الا اسماءکم و اکرم انفسکم، چقدر جانهای شما گرامیه. و اعظم شأنکم، چقدر شأن شما عظیمه. و اجل خطرکم، سزاوار نبود مادر شما رو بین در و دیوار قرار دادن، پهلوش شکستن، مقابل چشم شوهر مظلومش تازیانش زدن. بمیرم و اعظم شأنکم و جل خطرکم. خودش فرمود صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. آنقدر بر من مصیبت ریخته که اگه بر روزا میریخ شب میشد. به جانم ریخته چندان غم و رنج و مصیبت ها که گر بر روزها میریخ، گر
گردد تیره چون شباب و وفا عهدکم و اصدق وعدکم. چقدر شما با وفا هستید آقا. ما اومدیم یقین داریم شما میای یا امام رضا. و اصدق وعدکم، وعده شما چقدر راسته صادقه. کلامکم نور، کلام شما همه نوره. و امرکم رشد، امر و فرمان شما رشد ارشاد. و وصیتکم التقوا، سفارش شما تقوا و پریز از گناه. و فعلکم الخیر، کار شما همه خیره. و عادتکم الاحسان، احسان عادت شماست. یعنی عهدی از ما از اینجا دست خالی بیرون نمیره. و سجیتکم الکرم و شأنکم الحق و الصدق و الرفق و قولکم حکم و عدل و رأیکم علم و علم و عز. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. بابی انتم و امی و نفسی کیف اصف حسن ثناکم و احصی جمیل بلاکم. و بکم اخرجنا الله من الذل. دیگه جملات آخر زیارته. به وسیله شما خدا ما رو از ذلت نجات داد، از خواری نجات داد. و فرج عنا غمرات الکروب، گرفتاری های شدید رو از ما برطرف کرد. و انقذنا من شفاجر فی الهلکات، از لبه پرتگاه ما رو به وسیله شما خدا نجات داد. و من النار، همچنین از آتش. به ابی انتم و امی و نفسی به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. و به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و اعتلفت الفرقه. و به موالاتکم تقبل الطاعة المفترضه و لکم المودة الواجبه و الدرجات الرفیعه و المقام المحمود و المکان المعلوم عند الله عز وجل و الجاه العظیم و الشأن الكبیر و الشفاعة المقبوله. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول واكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. یا ولی الله یا امام رضا، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا، بین من و خدا گناهانی است. لا یأتی علیها الا رضاکم، برطرف نمیشه مگر به رضایت شما یا امام رضا. یعنی الان اگه شما از من راضی بشید، از من بگذری، منو ببخشی، خدا هم میگذره میبخشه و راضی میشه. آقا جانم یا امام رضا با راضی شو، بگذر نادیده بگیر مولا جانم.
میدونم بد کردم اما نفهمیدم آقای من. یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علی الا رضاکم فبحق من اعتمنکم علی سر و استراکم امر خلقه و قرن طاعتکم بطاعته لما استوهبتم ذنوبی و کنتم شفاعی فإني لكم مطیع من أطاعكم فقد أطاع الله ومن عصاكم فقد عصى الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله. اللهم دیگه تموم شد. اللهم إني لو وجدت شفاعا أقرب إليك من محمد وأهل بيت الأخيار على أئمة الأبرار لجعلتم شفاعی. یعنی خدا اگه بهتر از این خانواده پیدا می کردم در خونه اونا می رفتم اونا رو شفیع قرار می دادم. فبقم الذی اوجبت لهم عليك اسألك ان تدخلني في جملة العارفين و بقم خدایا هممونو در زمره عارفان بقیه خانواده قرار بده و فی زمرت المرحومین و شفاعت هممون جز اونایی باشیم که به شفاعت این خانواده مورد رحمت قرار گرفتن. انک ارحم الراحمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و سلم تسلیما كثيرا وحسبنا الله و نعم الوکیل. مرا بدین همه لطف و عطا پذیرفتی یا امام رضا، سبب چه شد که به کویت گدا پذیرفتی؟ به جایان که رهایم کنی رحم دادی، گفتی تو هم بیا، کرم نمودی و گفتی بیا پذیرفتیم. در این حرم گل بیب میخرن ولی مرا تو با همه عیبها پذیرفتی. یا امام رضا حرف آخر رو بزنم، به حق فاطمه راضی مشو به اخراجم، کنون که از کرمت ای رضا پذیرفتی. بسم کلویم العظم العز الجل الاکرم به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذریة الحسین. 10 مرتبه با توجه یا الله.